صاحب 4 مذهب است. خب قبول داری 4 مذهب؟ هیچ 4 قبول دارم، هر 4ش حق است. دگاهش خب قبول ندارم که تزواق جنجال دارم. خدمی 4 تا که قبول دارم. بازی هم چی میگه؟ ای از دین چی جور کردن؟ یک جریب زمین. بازی جریب زمین 4 تقسیم کرده. این حدیث از شافعی است، ای از حنبلی است، ای از مالکی است، ای از حنفی است. والا مثلا او حدیث نمیگیرم. چرا او خواهم 5 بسوه برای شافعی رسیده. او مربوط شافعی است، او دیگهش مربوط امام. این صاحب 25% احادیث عمل میکنم که از ما هست. آیا ابوبکر صدیقی گپ میزد؟ آیا عمر فاروقی گپ میگفت؟ یا اونا کلش هم میگرفتن؟ آیا امامای ما که اجتهاد کردن این گپ گفتن؟ نه، بلکه تعصبات قومی و زبانی و مذهبی به اندازه انسان تحت تاثیر خود قرار میده که حتی احادیث پیغمبر هم مثل میراث رو تقسیم میکنه. این حدیث چطور کنیم؟ این در مذهب ما و شما نیست، این شافعی است. خب این حدیث دیگه در صحیح بخاری خواندم، جناب چطور کنم؟ این در حنبلی است. یعنی مثل که از پیغمبر صلی الله علیه و 4 یک جریب زمین بانه، بازو یک جریب زمین تقسیم 4 کنی. او دیگه 3 تقسیمش از ما نیست، از ما نمی فقط این قسم خو نیست. پیغمبر خو از کلگی هست. این حدیث شخصی شافعی خو نیست، حدیث شخصی حنبلی خو نیست. کتاب الله هست، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. وقتی که حدیث صحیح شد این مذهبشان است. اگر او حدیث منسوخ باشه یا حدیث مثلا عمل بهش نمیشه یا حدیث دیگی او مثلا از او که قوی تر است و ایره به حکمش به او حدیث دیگه عمل میشه، او اجتهادات علما اگر تو باشه. اما اگر هیچ گپ نیست صرف به خاطر ازی که این حدیث در کتاب شافعی خواندیم و اونا گرفتن، اینی درست نیستن. پس انسان مسلمان نباید تحت تأثیر تعصبات بره، حتی ولو تعصب قومی خود زشت است، کفر است. تعصب زبانی شرک است، کفر است.